بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که کفالت کننده یتیم در روز آخرت اشاره میکنند به انگشتانشان به این اندازه با ما فاصله داره. یعنی کسی که کفالت یتیم میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز آخرت در کنار خود چنین شخص را جای میده و بدون شک بهشت نصیبش خواهد شد. عزیزان، قسمی که شما میفهمین در تحولات اخیر در افغانستان اکثریت از خانواده ها نظام اقتصادیشان بد بود و به طرف وخامت و بدتر شدن رفت، ولی الحمدلله ما دوستان و عزیزان را داشتیم که اینا به خاطر به دست آوردن رضای الله همیشه فامیل های مستحق مخصوصا یتیما را کمک کردن و دستگیری کردن. تعداد این عزیزا و این کسایی که این بخشش کردن زیاد است، ولی ما به طور نمونه از برادران عزیزم هر یک الهام الحق محمد، اجاز احمد پوپلزی، محمد حکیم، منیژه عمرزی، نوراج لبیلی، پلوشه، ابوبکر منگل، ولید الغنیم سپاسگزار هستیم و همچنین عزیزای دیگر را در روی صفحه شما اسامیشان میتونین که بیننده باشین. از همه اینا سپاسگزار هستیم. پروردگار جهان در پرونده نامه اعمال خیر اینا بنویسه. یتیما را خواستیم اینجا و همچنان مسئول یتیمای ما جناب خواجه صاحب بزرگوار در کنار ما هست. ببینیم که تا چه اندازه پول اینا به سر وقت میرسه و چقدر یتیما راضی هستن. چال در جناب خواجه صاحب خوب هستین؟ تشکر رفیق معزز، خوب هستین؟ بخیر الحمدلله. خواجه صاحب بزرگوار میشه که در ارتباط به این بگوین که چقدر پول یتیما به سر وقت برشان میرسه و چقدر مشکلات خانوادگی اینا را حل ساخته این پول که میرسه باشون؟ بله جناب وفای صاحب، الحمدلله همکارای ما و اسپانسرای ما که از خارج پول روان میکنند الحمدلله سر وقت میرسه و قراره که بر شما هم معلوم است که بعضی از اسپانسرای ما در این اواخر باز شکایات میکنند که ما برای ایتام چرا پول در اون سر وقتش به اصطلاح پرداخت نکرده ایم و برای همه ما شما معلوم است که مشکلات بانک هم است، پولا رو ما گرفتن نمیتونیم فعلا. از 2 ماه پول همراه ما باقی مانده که ان شاء الله تعالی در ظرف 4-5 روز آینده به خیر رو پرداخت خواهیم کرد و الحمدلله در آینده ها با اساس ماهوار ان شاء الله ما پولا رو پرداخت خواهیم نمود و همچنان بر خودتان بهتر معلوم است که اوضاع افغانستان فعلا آنقدر به اصطلاح درست نیست، ولی الحمدلله می افراد اشخاصی که بر رضای الله متعال و به اساس از اینکه قرب و همچنان همسایگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت اتخاذ بکنند اینا لطف میکنند، پولا روان میکنند و الحمدلله ایتامی را که خواستیم به قسم نمونه و همچنان دیگه ایتامی که هم هستن بر از اینا که ما پول میتیم توسط از این پول اینا میرن به مکتب درس خودم میخوانند و همچنان یک قسمتی از پول به ارتباط پاکت منی ما هم بر از اینا میتیم که اونا میتونن در مصارف یومیه خود مثلا کدام چیز خوراکی باشه یا کدام چیز دیگری اونا رو به مصرف برسانند دیگه. ان شاء الله تعالی اینا عاشور باشند و خاطر جمع باشند که ما پولای از اینا رو به صورت درستش به طریقی احسن برای ایتام میرسانیم و ان شاء الله تعالی الله متعال اینا را اجر دارین بدن و میخواهیم از پیش از اینا که دیگه برادرها را دیگه همشیرای ما را هم تشویق بدارن تا حداقل $35 برای ایتام کمک بکنن. این برادرای بزرگوار و همشیرای عزیز ما $35 شاید برای شما کدام چیزی نباشه، اما در انگلیسی یک ضرب المثل است میگه it is a piece of cake به این مفهوم که یعنی شاید که با ارتباط یک چای صبح هم $35 کمی بکنه در وجه، ولی الحمدلله در افغانستان ما $35 میتونه که زندگی یک یتیم از خیلی حالت فقر از او میتونه که به یک زندگی مناسب بوده در حقیقت تحول بده و اینا درس بخونه و آینده افغانستان ان شاء الله بسازه و همچنان از همه بالاتر این است که اینا ان شاء الله تعالی در آینده هر خدمتی را که میکنه برای شما هم صدقه جاری است. ممنون جناب خواجه صاحب. که شما یتیمای دیگه هم است که ثبت باشه ولی تا هنوز اسپانسر نشده باشه، چی تعداد است و وضعیت اینا خیلی حاد است یا یک نرمال است میتونن منتظر باشن؟ بله جناب وفای صاحب، تقریبا در حدود 50 نفر و از او بالاتر همراه ما فعلا است که اینا ثبت هستند و در اوضاع بسیار دشوار اقتصادی در حقیقت اینا زندگی را به سر میبرند، خصوصا هم کسایی که اینا را معرفی کرده که اکثریت مادرشان است. اونا بیچاره در خانه مردم کار میکنه، در حقیقت هم ظرفشویی میکنه، کالاشویی و اینا، یک پول بسیار ناچیزی را که اونا به دست میارن نمیتونه که حتی در حقیقت هم خوراک برای ایتام در حقیقت هم خوراک مناسب بسازند. دیگه ما دوباره از برادرای ما از همشیره هایم تقاضا
میکنم که اینا حداقل $35 به ارتباط یک یتیم اگر کفالت از این بگیرند ان شاء الله تعالی هم اجر دارین است و هم در حقیقت یک نوعیت از نوید و خوشبختی به ارتباط افغانستان و ان شاء الله هم است. سپاس از شما جناب تشکر. ممنون هستم. خب میایم تفلکایی که اینجا هستن شاید امروز همش نتونیم صحبت کرده. چول داری خوب هستی؟ شکر. ماشاءالله چه بچه‌ای که خندروی هم است. نامت چیست؟ امان الله. امان جان چند مکتب است؟ سمپسی. پول که از قمر برات داده میشه به سر وقت است ان شاء الله مشکل حل میشه. ها. و در حق دوستایی که این کمک میکنن توی خیر میکنی حتما ان شاء الله. ها خیر می. آها ممنون. و همچنین برادرک دیم چیل داری خوب هستی؟ بله خوبه. چی است نامت؟ متی الرحمن. متی الرحمن جان. صنف چند مکتب است؟ صنف 7. صنف 7 مکتب؟ بله. پول که قمر برات میته سر وقت است ان شاء الله. بله. مشکلات تو حل میکنه؟ ها. بسیار خوب. و اینجا خارک دیگه ما چی است نامت؟ یسرا. یسرا جان. صنف چند مکتب هستی؟ 5. صنف 5 مکتب؟ بله. کدام مضمون زیاد دوست داری؟ کل مضمونه. کدام مضمون خیلی بدت میاد؟ هیچ کدامش. خب بسیار خوب. یسرا جان پولت ان شاء الله سر وقت میرسه؟ بله. خوش هستی؟ ها. بسیار خوب. و اینجا خارک دیگه ما چی است نامت؟ گلسوم. گلسوم جان چه خوب و مقبول چی هم پوشی اجابه کن پوشیده است. صنف چند مکتب هستی؟ اول. صنف اول؟ ها. کدام مضمون زیاد دوست داری در مکتب خوشت میاد؟ کله. ها؟ کدام استاد در مکتب خوشت میاد؟ کلش خوشت میاد؟ بسیار خوب. نامک خود چی است؟ سامیه. سامیه جان. پول خودت به سر وقت میاد؟ بله. مشکل خو نداری ان شاء الله. نه. نوم دسته ده خود؟ امیده. حمیدی. صنف که درس وای خوره؟ سالورم. استا پیسه ان شاء الله به سر وقت تان تایم رازی؟ آه. کمستون زخ نشتن؟ نه. خارک نام خودت چی است؟ زهره. زهره جان. خانتون کجا است؟ خانه ما در شیوکی. شیوکی است که قمر اسپانسر هستی؟ خب صنف چند مکتب هستی؟ صنف 3. صنف 3 مکتب؟ خب مشکل نداری که گاهی اوقات آماده باشی پیسه تا نداده باشه قمر؟ به سر وقت نه؟ خب بسیار خوب. دوستان عزیز چون فرصت کم است نمیخوایم که ویدیو زیاد طولانی شود. دوستای ما اینجا خواهرک و برادرکای عزیز ما تشریف آوردن. بازم یک بار دیگه از پروردگار جهانیان میخوایم عزیزایی که کمک کردن دستگیری کردن الله سبحانه و تعالی در پرونده نامه اعمال خیر اینا ثبت کنه. در روی صفحات شما امو لیست عزیزایی رو میبینین که یتیما را اسپانسر کردن. خب دوستای عزیز قسمی که دیدین برادرکا و خواهرکای عزیز ما را ما یک بار دیگه صدا میکنم از پروردگار جهانیان که کسایی که اسپانسر شدن یتیما را ان شاء الله در پرونده نامه اعمال خیر اینا حسناتشان جمع شود. ما داریم عزیزای دیگر قسمی که خواجه صاحب گفت کنوس اینا در پندینگ هستن منتظر هستن تا اینکه دوستای دیگه پیدا شود و اینا را اسپانسر کنه. بنابراین اگر شما میخواین که این یتیمای دیگه هم اسپانسر شود چی کار کنه؟ با شماره واتساپ ما باید زنگ بزنید. آفرین. با شماره واتساپ ما تماس بگیرین. همچنان در روی صفحات شما لینک ها را مشاهده میکنین. میتونین که مستقیم داخل این لینک ها شوین و یتیما را اسپانسر کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.